سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. از آکادمی تخصصی ازوترید در خدمتتونم. امیدوارم که ویدیوهای قبلی مورد رضایتتون قرار گرفته باشه. خیلی خوشحالم که با یک ویدیوی دیگه در خدمتتون هستم. هر جا که نقطه نظری هست لطفاً به من بگین توی ویدیوهای قبلی و انشالله که بتونیم با هم تعامل داشته باشیم و نهایت رضایت رو شما کسب بکنید. خب در تحلیل های روزای قبل شما این چارت من رو داشتین. این تحلیل ها از قبل بوده، من هیچی رو اضافه نکردم و بپردازیم به تحلیلمون و اول هم از شاخص تتر شروع میکنیم. در گذشته گفتم که من شاخص رو صعودی میبینم و این حرکتی که اینجا داریم مشاهده میکنین برای من حرکت پرقدرتی هستش و قیمت در ادامه اومد یک اصلاحی رو داد، در یک کانال نزولی حرکت کرد و من گفتم خیلی محافظه کارانه اینجا میخوام رفتار کنم و به دنبال شکست این سطح نیستم، چون دیدگاه هم صعودی هستش و الگوی ادامه دهنده‌ای برام شکل گرفته. با این حرکات به سمت پایین خیلی اتفاقات عجیب غریبی افتاد. خیلی کندلا پرقدرتی بودن ولی سطح مهمی بوده. ببینید کندلای 4 ساعته خیلی کندلای پرقدرتی هستن. حتی من این تایم فریم بیارم پایینتر، ببینید این کف با کندل های پرقدرتی شکسته شده. ببینید همینجور داره لو میزنه قیمت و شکست اتفاق افتاده، تثبیت دادیم پایین و مجدد قیمت ریورس میکنه میاد داخل کانالمون و این سطح هانت میشه و تو 4 ساعته شادو میشه. مجدد دوباره حرکت میکنه به سمت شکستن این سطح، ولی خب من اینجا یک ناحیه‌ای رو برای خودم رسم کردم که اگر این سطح دیگه بشکنه دیگه این کانال من از دست رفته و میایم برای سطوح پایینتر. ولی اتفاق نیفتاد. اگر این سطح شکسته میشد من اون انتظارات رو داشتم برای خودم. مجدد اصلاح داد رفت داخل کانال و وقتی که قیمت با این کندل تثبیت داد داخل کانال من این دوتا حرکت رو برای خودم دوستان هانت میدیدم. این حرکت و این حرکت هانت میدیدم و انتظار حرکت به سمت بالا و شکسته شدن کانالم و تشکیل این الگوی ادامه دهنده. خب ببینین اگر قیمت تو 4 ساعته بالای این خط روند من تثبیت بده دیگه میریم برای حرکت به سمت سطوح بالاتر. تا کجا میتونیم بریم؟ فعلا به اندازه لگ پشتیش و پر کردن این FVG ها و این گپ های پیش روی که داره بچه ها. پس خیلی درگیر نشین که الان چیکار کنیم، میخوایم چه پوزیشنی بگیریم. فعلا تثبیت بچه ها. همینقدر که ما اینقدر اینجا صبر کردیم و منتظر موندیم که الگوی کامل بشه و این مقاومتی که راجبش خیلی صحبت شد این مقاومت دیگه ضعیف شده. فعلا میبینید چندین و چند بار قیمت بهش نفوذ کرده و الان انتظار دارم که بشکنه. خب تو تایم فریم 4 ساعته 54 دقیقه دیگه صبر میکنیم ببینیم قیمت کجا ممکنه باز مجدد این سطح هانت بشه و قیمت این پایین کلوز بده. پس باید صبر کنیم. ولی فعلا مومنتومی که داره به سمت بالا حرکت میکنه مومنتوم خوبیه و من دیگه با خیال راحت تری میتونم بهتون بگم که این حرکت به سمت بالا اتفاق خواهد افتاد. خب این از چارت دامیننس دوستان، تو ذهنتون بسپارین کجای مارکت هستیم، کجای چارت هستیم و میخوام بیت کوین رو براتون بیارم. بریم سر وقت بیت کوین. خب بیت کوین هم دوستان همونجور که توی ویدیوهای قبلی بهتون گفتم دیدگاه هم نزولی هستش. اینجاها یه پوزیشن سل داشتیم که دیگه الان پاک کردم، تا اینجا تارگت گرفتیم و اینجا هم یه بای گرفتم بازم توی ویدیوهای قبلی هست و الان طبق سناریوهای قبلی دیدگاه هم سل روی بیت کوین و همونجوری که دارین میبینین دنبال بهونه بودم برای سل گرفتن و این هم یک پوزیشنی هستش که دیشب گرفتم و میبینین تا نزدیک های SL منم اومده و همچنان یه مقدار تو سود فعلا.
حالا ستاپ رو توضیح نمیدم، خیلی درگیر ستاپ و اینا نشیم. فعلا دیدگاه ها رو براتون مطرح کنم. انتظار دارم بیت کوین تا این سطوح پایینتر حرکت کنه، بعد ببینیم مارکت به کدوم جهت میره و با احتمال زیاد، من گفتیم تک سناریو قرار صحبت کنیم، انتظار حرکت بیت کوین تا این سطوح حمایتی هستش. یک شاخص دیگه هم که میخوام براتون تحلیل کنم دوستان و به دردتون میخوره و توی معاملاتتون استفاده بکنین، شاخص توتال 3 هستش. شاخص توتال 3 چی میگه به ما؟ مارکت کپ کل ارزها به غیر از بیت کوین و اتریوم. و معمولا من از این شاخص زیاد استفاده میکنم، فقط به عنوان دید و تحلیل ها، قرار نیستش که تریدش کنیم و حالا خیلی بخوایم درگیر تحلیل بشیم. در تایم فریم روزانه دوستان من این تحلیل رو از قبل انجام دادم که کار خلاصه بشه براتون. یه خط روندی شکسته شده، تثبیت داده، الگوهای برگشتی داریم میبینیم، سقف و کفهای پایینتر و کندل هم کندل‌های فول بادی و پرقدرتی هستن. این شماتیک رو برای خودتون داشته باشیم. میبینین که از یک رنجی در اومدیم و اینجا شکست اتفاق افتاده. من اینجای مارکت برام مهمه دوستان، خیلی به گذشته کار نگیریم. یه تایم فریم میان پایینتر در 4 ساعته. تو 4 ساعته هم میبینیم که یک لگی رو ما داشتیم اینجا، یک لگ اتفاق افتاده، یک لگ ریزشی اتفاق افتاده و در ادامه اصلاح به سمت بالا یه الگوی پرچم شکل گرفته. بچه‌ها این الگوی پرچم یه الگوی ادامه دهنده است و به اندازه لگ پشتی ما احتمالاً بخوایم حرکت کنیم به سمت پایین. این الگو برای من تثبیت شده. چرا؟ چون کندل شکست اتفاق افتاده، پول بکش هم زده، کندل این گلف و ادامه حرکت به سمت پایین. پس شما میتونین بچه‌ها با این دیدگاه وارد معاملات سل بشین توی آلت کوین ها. طبق ستاپ‌های خودتون وارد پوزیشن‌های سل بشین و بتونین تارگت های بهتری بگیرین. یعنی دیدگاه خوبی بهتون میده توتال 3. بتونین هر روز یک تحلیلی برای خودتون داشته باشین و یک دیدگاهی بگیرین، خیلی میتونه کمکتون بکنه. پس انتظاری که من دارم احتمال حرکت به سمت پایین هستش و تا کجا؟ تا این سطح حمایتی 4 ساعته که براش رسم کردم و اندازه همین دیدگاه بسته دوستان. خیلی نمیخواد تحلیل کنیم خب قیمت بیاد به این حمایت بخواد واکنش بده، به این سطح بخواد واکنش بده. دیدگاه تک سناریو و نزولی هستش. سعی کنین پوزیشن های اسکلپی سل رو مد نظر قرار بدین برای خودتون. اینم از توتال 3 و یک شاخص دیگه هم که میخوام دوستان براتون بررسی کنم و تحلیل داشته باشین، دامیننس بیت کوین هستش، BTC.D. خب بذاریم باز بشه. شاخص دامیننس بیت کوین چی به ما میگه؟ شاخص دامیننس بیت کوین هم بذاریم تایم فریم روزانه بهتون نشون بدم. شاخص بیت کوین به ما میگه که الان مارکت، پول و حجم بیشتر سمت بیت کوین هستش یا سمت آلت کوین ها، یا آیا بازار بیشتر دست بیت کوین هست یا سمت آلت کوین ها. در همین حد دوستان یه دیدگاه کوچیکی نسبت بهش بگیریم و در ادامه در جهت معاملتون استفاده کنیم. میبینین که من یه خط روند صعودی رسم کردم که قیمت شکسته شده و رفتیم تو فاز اصلاح. وقتی که بیت کوین، دامیننس بیت کوین توی فاز اصلاحی میره، یعنی پول داره تقریبا از بیت کوین خارج میشه و احتمالاً بخواد سمت آلت کوین ها بره. زمانی که دامیننس بیت کوین نزولی باشه، توتال نزولی باشه، دامیننس تتر هم صعودی باشه، ما یه اصلاح خیلی خوب رو روی آلت کوین ها داریم. یعنی آلت کوین ها قرار ریزش خیلی خوبی داشته باشن. حالا من انتظاری که دارم با توجه به این کندل های ریزشی که دامیننس بیت کوین زده و داره به صورت CP تور میره بالا، اصطلاح CP تور، حالا اصطلاح CP رو هم نگیم، خیلی داره کمزور میره بالا، قدرت نداره. میبینین شما 3 تا کندل نزولی دارین ولی قیمت داره با زور میره بالا و انتظار دارم که قیمت از این سطح یک ریزشی رو داشته باشه. میتونه پولبک های زیادی رو به این خط روند بزنه، میتونه تا اینجاها بیاد، ولی من دیدگاه هم نزولی، یعنی هر چقدر بره بالا در ادامه حرکت لگ پشتیش هستش.
پس میتونیم روی آلت کوین ها هم با دید بهتری الان هم تاییدیه توتال 3 رو داریم و الان هم تاییدیه دامیننس بیت کوین رو داریم. میتونیم با خیال راحت تری وارد معاملات سل بشیم روی آلت کوین ها و میدونیم که من الان روی بیت کوین هم این پوزیشن سل دارم و بیشتر پوزیشن هم روی بیت کوین هستش، ولی خب آلت کوین هم ببینم که داره معامله خوبی بهم میده قطعا وارد میشم. خب پس اینم از شاخص بیت کوین، دامیننس بیت کوین و انتظاراتی که داشتیم رو بهتون گفتم. مجدد بیایم بیت کوین رو بررسی بکنیم ببینیم که آیا نقطه ورود دیگه ای میتونیم داشته باشیم تو تایم فریم های دیگه یا نه. الان که داریم میبینیم همون اتفاقی که توی ویدیوهای قبلی بهتون گفتم داره اتفاق میفته و حرکت بیت کوین به سمت پایین رو داریم با قدرت بیشتری میبینیم. ضعف توی حرکت بیت کوین خیلی هست دوستان، یعنی قدرت نداره قیمت بخواد سقف‌های بالاتر رو بزنه. پس سعی کنین اگر معاملاتی دارین انجام میدین بیشتر دیدگاهاتون سل باشه. و توی تحلیل قبلی من گفتم احتمال میدم که بیت کوین بخواد تا این سطح بیاد، ولی در دیدگاه بلند مدت. فعلا تا این سطح در نظر میگیریم ببینیم که به کدوم جهت حرکت خواهد کرد. خب اینم از تحلیل امروزمون. شاخص ها رو بررسی کردیم، وضعیت مارکت رو بررسی کردیم. حالا نقطه نظری هست ممنون میشم توی کامنت ها برامون بذاریم، قطعا پاسخ داده خواهد شد و ممنونم که وقتتون رو به ما دادین.